سلام، حالتون چطوره؟ به ویدیو بلند دیگه از من خیلی خوش اومدید. امروز من تم قشنگ رعایت کردم براتون و روی لباسم یه طرح خیلی محوی از کاپیتان آمریکاییه و این خبر از این میده که قراره گروه اونجرز پرقدرت برگرده. پس امروز میخوایم بریم سراغ فیلم اونجرز با عنوان دامسدی که خیلی انفجار بزرگی تو صنعت مارول. خیلی سریع بزنید بریم سراغش. قبل از هر چیزی اگه این طرح محو نمایان نمیشه به خاطر رنگ تیره و یه ذره کنسانتره تصویر، من شما پوزش میخوام، ولی بهتون قول میدم که واقعا عکس کاپیتان آمریکایی خیلی محو روی لباس من هستش. بریم سراغ این انفجار خیلی عظیمی تو صنعت MCU یا همون مارول. ببینیم اصلا چی شده که این تیم قرار پرقدرت دوباره همه ما رو شگفت زده بکنن. جالب بدونید که این فیلم یکی از بزرگترین پروژه های سینمایی مارول و 5مین نسخه از اونجرز هستش و 39مین فیلم دنیای سینمایی مارول. این فیلم تاریخ 18 دسامبر 2026 با حال و هوای کریسمسی مارول رو داره نمایان میکنه و همینطور قراره در امریکا اکرام بشه. اما باید منتظر این انفجار خیلی عظیم و یه سورپرایز خیلی بزرگ باشیم. بریم ببینیم کلیت این فیلم از چه قرار هستش. کارگردانای این فیلم همون کارگردانای اندگیم هستن و این فیلم جزو فاز 6 MCU هستش، یعنی یه نقطه خیلی بزرگ و انفجاری توی صنعت مارول. دشمن اصلی و عظیم این پروداکتمون قراره دکتر ویکتور فوندام باشه که نقشش رو رابرت دانی جونیور بازی کرده که قبلا نقش اصلی آیرون من هم بودش و من خیلی وسیع و بزرگ راجع به این گروه اونجرز ها قبلا صحبت کردم، اما بریم اشاره‌ای به بقیه داستان داشته باشیم. این دشمن قرار قدرتمندترین تهدید جهان باشه که تا حالا توی هیچ کدوم از نسخه های اونجرز ندیدم و یه چیزی فراتر از تانوس هستش. این فیلم سورپرایز خیلی بزرگی که داره اینه که جشن قهرمان‌ها چجوریشون همه قهرمان‌ها برمیگردن، از اونجرز کلاسیک تا کل صنعت مارول قراره توی این نسخه حضور داشته باشن و این یعنی چند تا تیم ابرقدرت قهرمانی قرار کنار هم دیگه جمع بشن تا این تهدید بزرگ رو شکست بدن. حالا چرا انقدر این فیلم عظیم و گسترده است؟ همونطور که قبلش گفتم بهتون، قرار کل تیمای قهرمانی و گروه‌های دیگه قهرمانی کل صنعت مارول کنار هم دیگه جمع بشن تا این دشمن بزرگ رو شکست بدن. و یه نکته قابل توجه و حائز اهمیت اینه که بازی رابرت جونیور به عنوان اون دشمن بزرگ یکی از نقاط قوت هیجان این فیلمه و اما این فیلم دروازه اصلی به قسمت بعدی این اپیزودها هست، یعنی سیکرت وارز، که گفته میشه که از رویدادهای بزرگ مارول خواهد بودش. امیدوارم از این فیلم فوق‌العاده هیجان انگیز لذت ببرید که مطمئنم لذت میبرید و من فقط خواستم با هیجان انگیز بودن و شگفت انگیز بودن این فیلم مطلعتون بکنم. خیلی خوشحالم که نظراتتون رو برای من انگلیسی کامنت بکنید و همینطور اگر انتقادی، پیشنهادی، هر چیزی بود من با آغوش باز میپذیرم ازتون، چون چنل من در حال رشد و نظرات شما خیلی به من کمک میکنه. اگه نقد دیگه ای خواستید حتما به من بگید تا براتون آپلودش بکنم و یادتون نره که ویدیو منو لایک بکنید و عضو چنل من بشید. مرسی که همراه من بودید تا اینجا.